میدونید لابد که من مسئولیتی داشتم که اطلاعات شخصی از افراد بسیار زیاد دارم، من جمله از جناب آقای روحانی، از آقای جهانگیری. همین وقتم تو ذهنم بود مطالبی که مربوط به آقایونه. مثلا رئیس جمهور باید نشون بده من ظرفیت دارم، سر اون بزنگاه‌ها میتونم خودم رو حفظ کنم، منافع کشور رو و منافع نظام رو بر منافع شخصی مقدم بدم. من خبر دارم که دارم میگم تحلیل نیست. کمیته جنگ روانی درست کردن کنار خودشون برای ایجاد جنگ روانی. اینجوری رأی آوردن داره. افراد متخصص جنگ روانی آوردن که بیان اون حرفا رو هم توی مناظرات بگن، هم بعدش بخوان تخریب کنن رقیب رو، که صداقت نیست. از وقتی که فضای کشور انتخاباتی شد، قبل از نام‌نویسی فاصله‌مو با آستان قدس کاملا اعلام کردم. یعنی گفتم که به قائم مقام گفتم شما دیگه کار دنبال کن. به روزنامه قدس گفتم تو یک کلمه نمیخوام من دفاع کنی، هرچی به من هجوم شد تو روزنامه آستان قدس نه روزنامه من، برخلاف اینکه دولت روزنامه ایران و بسیار از روزنامه‌های زنجیری رو به کار گرفت. یعنی سعی کردم خودم باشم و کوچکترین ارتباطی که ازش این فضای معنوی اینا، حتی من تو جلسات رسمی که میتونستم شرکت بکنم در آستان قدس نرفتم. همه رو احتیاط کردم برای که از آستان خط نشه. ولی متاسفانه رقیب ما برداشت از امام رضا علیه السلام و آستان قدس علیه من استفاده کرد و من یقین دارم این قضیه رو سیلی خواهد خورد. یعنی از خود امام رضا سیلی خواهم خورد.